یه پسره بود کاری به کار امام حسین نداشت. عصرها تو محل با موتور چرخ میزد، غروبا که روزه بود میومد دم موکه سیگارشو میکشید دم چایخونه، دم هیئتی چای میخور میرفت. چند وقت بعدش موتور زدش، تموم کرد. اومد به خواب مداح اون هیئت، نمیگم زانو به زانوی سید الشهدا، ولی خوب. آقا چه خبره؟ فقط میومد در هیئت ما چایی میخورد. و از سید الشهدا فهمیدن که این میتونست چایشو جای دیگه بخوره. اومد در خونه ما.